سلام، من شیرزاد هستم، مدرس آیلتس. If I want to tell you a very short story about myself, I would say that I've got a PhD in TEFL, teaching English as a foreign language. And I've got 18 years experience of teaching under my belt. I've been teaching IELTS for the past 10 years, I should say, and I've been working with reputable institute in running IELTS exam. Also, I was the IELTS mock examiner of our institute, and now I'm ready to pass the experience to you. I've helped so many students to pass the IELTS test with flying colors, and if you're looking for a good mentor to IELTS test, be sure that I'm your guy. بچه ها، من شیرزاد هستم، خودم رو معرفی کردم. 18 ساله که دارم در زمینه آموزش زبان انگلیسی کار میکنم. مدرک تحصیلی بنده PhD دکترای آموزش زبان انگلیسیه و در سنترهای رسمی آزمون آیلتس فعالیت دارم حدوداً 10 ساله. همچنین برگزار کننده آزمون ها و طراح سوالات ماک مؤسسه خودمون بودیم و بسیاری از دوستان رو کمکشون کردیم تا به مدرک آیلتس و نمره دلخواهشون برسن و آماده هستیم که این کار رو برای شما هم انجام بدیم. دوره هایی که برگزار میکنیم دوره های 5 ماهه هست. من در طول این دورانی که به اصطلاح در این زمینه کار میکردم سیلابس خودم رو تونستم جمع‌بندی بکنم و میتونم این سیلابس رو در خدمتتون بذارم تا در دوره های 5 ماهه بسته به سطح خودتون به مدرک آیلتس برسید و هر گونه سوال و مطالبی که ذهن شما رو مشغول کرده میتونم در خدمتتون باشم و بهشون پاسخ بدم و یا اینکه در مورد روش کار و منابع مورد استفاده بیشتر با هم دیگه صحبت کنیم.